درود، شاهین هستم. حال شما چطور قربان؟ بالاخره بعد از مدت تونستیم هم دیگه از نزدیک ببینیم. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستیم شاهین جان و بحث جالبی هم داریم و منم هیجان زدم که صحبت بکنیم در موردش. والا این داستان بدون خشونت بودن و پرهیز از خشونت خیلی ساله که منو به خودش جلب کرده. یعنی خیلی ساله به نظر میاد که بشر همیشه دلش میخواسته که کاراشو با یه آتریجی، با یه خشونتی انجام بده، ولی خب مبارزات بدون خشونت همیشه از نظر من جواب بهتری داده. یعنی همیشه اینجوری بوده برای من، مثلا از گاندی بگیر تا نلسون ماندلا و کسای دیگه، به نظر میاد کارها خیلی ماندگاری بیشتری داشته. ولی خیلی دلم میخواد نظر تو رو هم بدونم که اصلا چرا باید یک جنبشی یا یک کاری یا حرکتی بدون خشونت باشه و چرا خشونت اساسا چه افکتی داره رو جامعه؟ اینو میخوام بدونم. آره، این سوال خیلی خوبیه. اون اولین پیشگام جنبش خشونت پرهیز جین شارپ هم شاید اول باورش نمیشد که خشونت پرهیزی بتونه موفق باشه و با دیده شک خودش به این نگاه میکرده. بعد میره اینا رو تحقیق میکنه، در میاره که نه، اتفاقا خشونت نکردن به صورت خیلی عجیبی جواب میده. خیلی هم میگن خب با این رژیم، با این نوع حکومت، فرض کن مثلا با آلمان نازی دیگه نمیشه خشونت پرهیز حرکت کنی بری جلو، در حالی که حتی آلمان نازی هم در مقابل حرکت خشونت پرهیز جواب داده و کوتاه اومده. نمونهش اینه که زنان آلمانی که همسرشون یهودی بوده، همسر اینا رو دستگیر کرده بودن و اون زنان آلمانی میرن اونجا بست میشینن جلوی اونجایی که همسرانشون دستگیر شده بودن و آلمان نازی رو مجبور میکنن که همسرانشون رو آزاد کنن. یعنی حتی برای آلمان نازی هم جواب داده. و دلیل اینکه کار میکنه، حالا چند تا دلیل مختلف براش میارن، ولی شاهد مثالی که این کار میکنه، یعنی شما چه اوییدنسی داری که این واقعا کار میکنه، توی جنبش‌های 120 سال گذشته اگر نگاه کنیم، 120 سال گذشته که نگاه بکنیم، از اونجا در میاد. توی آمار اگر نگاه بکنیم، جنبش‌هایی که خشن بودن در واقع با جنبش‌هایی که خشونت پرهیز بودن، شانس موفقیتشون نصف بوده. یعنی جنبش خشن یه چیزی بوده 26% بوده. یه چرخه خشونت داشته میون صحبتت. من همیشه این چرخه خشونت رو از نزدیک دیدم، هممون دیدیم، یعنی تو طول تاریخ. و من همیشه از این چرخه خشونت میترسم. بچه‌های اونا میان بچه‌های اینا رو میکشن، همینجا ادامه پیدا میکنه تا آخر و هیچ وقت هم تمام نمیشه. کاملا درست. آره، و شانس موفقیتشون بیشتره. نکته دوم که حالا برای ما خیلی مهمه اینه که حتی بعد از اینکه موفق میشن، شانس اینکه برسن به دموکراسی اون هم 10 برابر بیشتر. یعنی حدود 6-7% جنبشایی که خشن بودن به دموکراسی رسیدن، ولی حدود 56% داره. 56%. چرا فکر می‌کنی جنبش خشونت آمیز به دموکراسی سخت‌تر میرسه؟ چون که لازم نیست. فرض کن شما یه گروه چریکی هستین، میرین پایتخت رو فتح میکنین، چه کسی میخواد با شما بیا رقابت کنه در قدرت؟ شما همه چیز در دست داری، شما اسلحه رو داری، شما منابع مالی رو تونستی یه جوری جمع بکنی که بیا به پایتخت برسی، دیگه نیازی نداری قدرت با کسی شیر بکنی. هیچ نیازی برای همچین کاری وجود نداره. قدرت داری، کسی هم نیازمند کسی هم نیستی، همونجا حکومت رو برپا میکنی و حکومت میکنی مثل کوبا و کار ادامه. این خیلی نکته جالبیه. من همیشه توجه کردم آدمایی که خب معمولا آدمایی که اهل کتاب هستن، فلاسفه، دانشمندا، آدما نوابغ، رهبران واقعی، رهبرانی که آدمایی بودن که خب خیلی آگاه بودن، خیلی خردمند بودن، معمولا این آدما خب دست به اسلحه نمیبرن. همچنین آدمایی معمولا آدمایی نیستن که خشونت بورزن. و طبیعی هم هست وقتی که جنبش خشونت آمیز میشه این آدما رو تو جلوی صف نمیبینی، اصلا توی صف نمیبینی. و بعدم که خب این جنبش ها پیروز میشن، خب خیلی طبیعیه کسی که زور بازو داره میخواد به قول شما همون بالا بمونه و بعد نمیاد بگه که هی آقای مثلا فلانی که فیلسوفی، که مثلا آقای ارسطو، آقای افلاطون، شما بیا بشو رهبر، شما بیا مثلا رهبری رو بگیر دستت. طبیعتا خودش میشینه سر جاش و بعد خود این آدم ادامه میده میشه دیکتاتور بعدی، میشه حرکت بعدی و اون داستان هی همینجوری تکرار میشه و تکرار میشه و تکرار میشه و تکرار میشه. این کاملا درسته. خشونت پرهیزا مجبورن که با هم دیگه اتحاد کنن. یعنی اگه بخوای 2 میلیون نفر رو بیاری تو خیابونای تهران، مجبوری بری با یه درخواستایی رو مطرح کنی که
قشرهای مختلف جامعه رو در بر بگیری. یعنی فقط نمیتونی بگی خب من به اونایی که عنوان مثل منم بیان، چی؟ نمیتونی بگی فقط اونایی که شبیه منم بیان، نمیتونی دقیقاً. فقط بگی که مثلا چپا بیان فقط، نه آره. همچین چیزی امکان نداره. فقط راست بیاد، فقط اونایی که دیگر باش جنسی هستن بیان، فقط اونایی که فقیرن بیان، فقط اونایی که مشکل اقتصادی دارن بیان، فقط اونایی که فلان ایدئولوژی رو دارن بیان. بعد خیلی آدمای زیادی رو جمع بکنی. برای همین موقعی هم که به قدرت قرار برسی، بازم هنوز به کمک این آدما نیاز داری که قدرت رو حفظ کنی. و یه نکته خیلی جالب‌تر اینه که حتی موقعی که شکست می‌خورن، یعنی فرض کن شما یه جنبش خشونت پرهیز داری الان و شکست می‌خوری، موقعی که نگاه کردن 5 سال بعد از این جنبش شانس گذار این کشور به دموکراسی چقدر بوده، شانسش 35% بوده در مقایسه با جنبش‌هایی که خشن بودن و شانس اونها زیر 5% بوده. این خیلی جالبه. یعنی شما حتی شکست هم بخوری، چون که این رسوب کرده. آره، یعنی این رسوب کاملا درسته، کاملا درسته. من خودم شاهد خب مثلا این صحنه بودم جای مختلفی. یادم میاد اون سال 88 بود، اون ریزشی که از رژیم اتفاق افتاد یک ریزش عظیمی بود و اونم به خاطر بدون خشونت بودن جنبش بود. هرچند که همه فکر میکنن شکست خورد، ولی به نظر من جنبش اون به سال 88 شکست نخورد، آغاز حرکت‌های دیگه ای شد و به نظر میاد همون موقع بود که اتفاقا میدیدی که رژیمی که خیلی اون زمان خیلی به نظر میاد مستحکمه، یک فرو ریختن. یعنی امثال آقای منتظری بودن، نمیدونم هاشمی بود، اصلا این کسایی که خود رژیم بودن و اینا فرو ریختن از بدنه پایین. در حالی که وقتی که خشونت اتفاق میافته این آدما با هم متحد میشن. وقتی میبینیم یکی بهم داره با اسلحه حمله میکنه و بعد میخواد منو اعدام کنه، خانواده‌مو اعدام کنه، طبعا کاری که میکنم اینه که مبارزه میکنم. این خیلی چیز طبیعیه. جواب میدم، از خودم یه چیزی، ریاکشنی از خودم نشون میدم و این سه غریزیه و طبیعتا آدما با هم متحد میشن، برعکس این که بخوان فرو بریزن و بخوان باهات همراه بشن. این کاملا درسته. چه چیزایی فکر میکنی؟ ما امروز داشتیم با هم یه گپی میزدیم، به یه 5 6 تا نکته اشاره کردی که اگه مثلا اگر یه اتفاقی بیفته که توی خیابونی هر جای دنیا، چه تو آلمان باشه، چه تو امریکا باشه، چه تو ایران باشه، چه تو عربستان باشه، هر جا، اگر که آدم ها بخوان یه راهکاری داشته باشن برای اینکه بدون خشونت مبارزهشون رو تو خیابون پیش ببرن. ما با هم یه صحبت داشتیم که خیلی خوشم اومد. یعنی 4 5 موردی که اشاره کردی خیلی جالب بود. میتونی اینا رو یه بار دیگه بگی؟ چند تاشو میتونم بگم. آره، اول اینکه حالا یه اگه یادت رفته اشکال نداره، متنش رو بگو. آره حتما. بعضی موقع اولا هر جنبش که شکل میگیره یا هر تجمعی که شکل میگیره لازمه که یه عده‌ای اطراف باشن، مراقب باشن کسی این تجمع به خشونت نکشونه. بعضی موقع نیروهای نفوذی هستن، نیروهای نفوذی خود حکومت، یا یه عده هستن هیجان زده هستن، ولی معمولا خب نیروهای نفوذی حکومت هیجان زده میشن، یه حرکاتی رو میکنن که حرکت اعتراضی رو میبره به سمت خشونت. بعد از اون طرف اون مأموری که قراره به تو باتون بزنی، مأموری که قراره به تو شلیک بکنه، اون راحت‌تر ماشه رو میچکنه. این خیلی مهمه. بعد یه کاری بکنی که اون مأموری که میخواد ماشه رو کنه تزلزل داشته باشه و این کارو نکنه و یه بار دیگه از خودش بپرسه آقا دارم همچین کار درستی دارم. خیلی جالبه. من یادمه که دقیقا تو یکی از درگیری‌های خیابونی بود و مثلا سر خود من داشت خون میومد. بعد یه خانم دیگه ای بودش که شیرینی آورده بود داشت میدادش به سربازا و بعد این خانمو زدنش و بعد دوباره این شیرینی‌ها رو جمع کرد و دوباره شیرینی رو تعارف کرد و این تزلزل رو تو چشم اون آدما میدیدی روبرو. و برداشت هم این بود، میگفت این آدما میره تو خونه و زنش ازش میپرسه، میگه چیکار کردی؟ میره اون فیلمو میبینه. بعد اگه بچهش مریض بشه بهش میگه هی دیدی اینجوری شد؟ این جواب اون کاری بود که تو خیابون کردی. و این حرف جالبی ها، چون ما به هر حال مشرق زمینی هم باشه، مغرب زمینی هم همینجوریه. من تو امریکا هم همینو دارم میبینم. داستان سر اینه که میدونیم که کارمایی بود، یعنی خیلی آدما به کارما اعتقاد دارن و میگه خب این نتیجه اون کارت بوده. نمیدونم چقدر درسته، خرافی نیست، اصلا به اینش کاری ندارم، ولی از نظر روانی اثر داره. میدونم که اگه این کارو کردم ممکنه خود مریضی بچه من در سر این باشه. تزلزل ایجاد میکنه. در مقابل عشق و محبت خیلی از آدما کوتاه میان، کاملا درسته.
من یه مصاحبه مال سرجا پوپوویچ یکی از فعالای دانشجویی صربستان بوده، توی جنبش صربستان، جنبش آتکو فعال بوده و کتاب می‌نویسه و نظریه پرداز جنبش‌های خشونت پرهیز هست. یه نکته رو که گفته بود این بود که ما با طرفداران فوتبال، اونایی که توی فوتبالشن هولیگنز، سنگ پرت میکنن، فحاشی میکنن و مقدار خشنن. گفت اینا خیلی خوشحال بودن، خیلی دوست داشتن بیان وارد ما بشن، بیان تو صف ما، ولی ما اینا رو اجازه ندادیم بیان، به خاطر که اینا سریع می اومدن جنبش رو به خشونت میکشوندن و این به ضرر ما تمام میشه و ما عمدن نذاشتیم، اجازه ندیم اینا با ما یکی بشن و ازشون دوری کردیم. و این یه نکته خیلی مهمه، چون که شما موقعی که توی یه حرکت اعتراضی هستی ممکنه که یه نفر بخواد اینو به خشونت بکشونه. به نظر من که از مهمترین چیزا اینه که مردم ببینن خب این کسی که داره اعتراض به خشونت میکشونه اینو ازش دور بشن و بگن خب این نفوذیه و بگن آقا این نفوذی و بعضی موقع ممکنه که خب نیروی ضد شورش حمله میکنه یا اونا کارشون سرکوبه. کافی با انگشت نشونش بدن یه شعارا رو عوض کنه. آره یکی که شعار عوض کنه، کسی که داره به عنوان نفوذی داره میاد داخل و میخواد کار خشن بکنه و کار خشن مثلا طرف کوکتل موتوس در آورده، یا مثلا طرف میخواد شروع میکنه سنگ پرت کردن یا جریمه کردن. چی؟ اسلحه بکشه. اسلحه در آورده. آره، یعنی دقیقاً نشون که این نفوذی، این با ما نیست، این نفوذیه. و نکته دوم این که خیلی حالا این ماجرای نشستن جلوی نیروی سرکوب یه حرکت بسیار جالبی است، چون که فرض کنید شما یه جمع چند هزار نفره داشته باشید و نیروی سرکوب بخواد بیاد جلو و همه بشینن همزمان و همه نشسته باشن، یا اون نیرویی که میخواد، اون نیرویی که وسط نفوذی است، کاری که خیلی نفوذی دوستان که بین جمعیت گم بشن. اگه همه ایستاده باشن خیلی راحت براشون که جمعیت گم بشن. ولی اگه جمعیت با هم دیگه انسجام داشته باشن، ببین خب این نفوذی سریع بتونن بشینن که اون نفوذی یه دفعه اونجا مشخص بشه. اون بازم چیزی طبق مطالعاتی که هست و مطالعات میدانی که انجام شده این میتونه جواب بده. و اینجور کارا که خود جمعیت حالا باید یه انتظاماتی داشته باشه. نظم خیلی مهمه. نظم توی حالا ما فکر می‌کنیم توی کار نظامی فقط نظم مهمه. نظم داخل این اعتراضات خشونت پرهیز خیلی مهمه. اینکه کسی نتونه اینو به خشونت بکشونه، خود تجمع یه انتظاماتی داشته باشه ولی خیلی سخت است. یعنی که میگم آسون نیست، خیلی سخت. خیلی جمعیت میاد چک میگیری، یه دفعه زیاد میشه. همه چیزو مثلا اگه سیستم مثلا فرضاً نازی‌ها همه چیزو کنترل می‌کردن، یا مثلا چین کمونیست همه چیزو کنترل میکنه و خیلی جای دیگه کنترلش دقیقاً خیلی سخته ایجاد همچین نظمی و اینکه بتونی اینقدر ارگانایز بشه. یه حرکتی اولیش بود، حرکت مارشال اسمش بود، من ذهنم مونده اونی که امروز داشتیم صحبت میکردیم، این که تو حاشیه‌ها چند نفر راه برن و مردم. آره همون انتظاماتی که گفتم میتونن اطراف جمعیت باشن. حالا دیگه میگن اینا یه بازوبند مشخص داشته باشن، ولی خب لزوما همیشه نمیشه این کار کرد، شما شناسایی میشه دیگه اون اول. ولی خب کسایی که توان بدنیشو دارن بیان اطراف دور تا دور اون جمعیت رو بگیرن و اجازه ندن کسی ضربه بخوره، و از این ورم اجازه ندن کسی بخواد به صورت خشونت خشن فقط حمله کنه به پلیس که بهانه بیشتری بده به پلیس برای به نیروهای سرکوب که مردم رو بخوان سرکوب بکنن. و این حالا چیزایی که من تحقیق کردم، چیزی که به ذهنم میرسه، کمک میکنه که اون نیروی سرکوب خلع سلاح بشه. نه این شکلی که بری اسلحه‌اش ازش بگیری، به این شکل که بهانه‌ای برای سرکوب نداشته باشه. یا مثلا اگه همه نشسته باشن، سرکوب کردن یا باتون زدن جمعیت زیادی که نشسته خیلی سخته، به خصوص با این همه دوربینی که وجود داره. و دقیقاً دوربین وجود داره، اینو مستند میکنه که هیچ کس کار خشن انجام نمیداد ولی اینا داشتن خشن سرکوب میکردن و این باعث میشه که افراد بیشتری بیان. و یه نکته دیگه که وجود داره، همین سرجا پوپوویچ هم اینو میگه، اینه که شما اگه اجتماع داری، هر چی این اجتماع به یه کارناوال خانوادگی نزدیک‌تر باشه، هر چی محیط خانوادگی تر باشه، آدم‌ها بیشتری میان. در مثلا برای فان. ولی اگه یه جایی باشه که گوله داره شلیک میشه، نمیدونم خشن است، آتش سوزی، فحاشی و غیره و ذالک، این خیلی سخت، آدم‌ها کمتر میان. شما ممکنه 2000 نفر بتونی بیاری، ولی همه باید جوان باشن، همه باید شجاع باشن، آماده جنگیدن باشن. ولی اگه محیط خیلی آرومتر باشه و غیر خشن باشه، ممکن 2 میلیون نفر بتونه بیاره. در موقعی که 2 میلیون 2000 نفر رو میتونن جمع کنن، ولی نمیتونن. نه دیگه جلوی 2 میلیون هیچ کس نمیتونه بگیره دیگه، تمام. آره ولی وقتی که
جمعیت به صورت خشونت‌آمیز میاد، شروع میکنه شلیک کردن، فحاشی کردن یا آتیش زدن، خود خانواده ها میکشن بیرون. خود خانواده ها میگه هی نرو، نمیذاره بره، نمیذاره بچهش بره، نمیذاره برادرش بره. میدونی یواش ولی یواش اون زنش بهش اجتماع میگه هی نرو انتظامات بیرون، داشته باشه، تو مشخص باشه. قدر ما رو داری میدی. میدونی داستان سر این پیش میادش. دقیقاً. کاملا درسته، کاملا درسته. منم به این موضوع خیلی فکر میکنم. اینو تو مثلا جنبش چیزم میبینی، یعنی توی هندم میدیدی کاری که گاندی کرد. خب البته همه الان من اینو بگم همه میگن که اوه نمیشه، مثلا واقعا هم نمیشه قیاس کرد نیروهای انگلیس و اونجا شرایط دیگه هم بود در کنارش، خدا وکیلی. خب نمیشه منکر شد. ولی خب اثر بزرگی داره، میشه ازش یاد گرفت، میشه اداپتش کرد با شرایط هر کشوری. به کاری که نلسون ماندلا کرد که اومد از شکنجهگرش رو بخشید، میشه اداپتش کرد به شرایط خودمون. حالا وقتی که از همین حالا مثلا برمیگردی میگی من آتیشت میزنم میکشمت، حتی ما مشرق زمینی ها البته این عادت رو داریم، ما عادت پری خوندن رو داریم، تختم که بازی میکنیم پری میخونیم، سوسکت میکنم، ولی نمیدونیم که این چه اثری داره. اثرش رو نمیبینی که چه اتفاقی میافته. خیلی جدی میگیرن این داستانو، در حالی که وقتی من میگم میکشمت ممکن واقعا نمیخوام بکشمت، ولی اون ترس ایجاد میکنه. میدونی این داستانه. وقتی میگیم آتیشت میزنم، نمیدونم قبر باباتو اینجوری میکنم، اینا بچه ها تو باید بکشیم، اون اتفاقی که میفته هیچ وقت این ریزش اتفاق نمیفته. دقیقاً. یعنی شما اگر بگیم ما همه آخوندها رو از دار خواهیم آویخت و نه تیر برق نمیشه، داخل امکان نداره. یعنی امکان نداشت اگه مثلا میگفتن چه میدونم، اگه ماندلا مثلا میومد میگه آقا همه سفیدا رو باید قتل عام کنیم، امکان نداشت نهضتش برنده شه، امکان نداشت پیروز بشن. یعنی این یه واقعیتیه. یا حالا فرضاً فکر کن مثلا مارتین لوتر کینگ اگر به جای اون حرفایی که زده بود میامد مثلا میگه آقا حالا که ما پیروز شدیم بعد سفید پوستا رو همه رو بکشیم، تو فکر میکنی مثلا میتونستن حق رأی بگیرن، میتونستن این همه حقوق خودشون رو بگیرن؟ امکان نداشت. دقیقاً. این حالا جالبه، واقعیتی. خمینی با اون همه حیله‌گری و مکاریش ولی هوش اینو داشت که روز 12 بهمن که میاد ایران میگه که ما قصد کشتن امرای ارتش نداریم. دقیقاً اینو گفت ولی اعدام کرد. ولی اعدام کرد به خاطری که آدم حیله‌گر و ذاتش این بود. ولی خب داستان اینه. آره. آدم پلیدی بود. ولی و همین باعث شد که اینو اسلحه ها می‌دونه. رو همین باعث شد که اتفاقا اسلحه ها رو بزنن زمین. همین باعث شدش که اول فکر میکنم یا اگه هوا نیروز بود، نه اول فکر میکنم هوا نیروز تسلیم شد، بعد ارتش تسلیم شد و بعد در آخر جابجا کرد خمینی رو. من میدونم شهبانی پدر من اون موقع رئیس شهبانی تبریز بود، من کاملا خاطرمه. من اون موقع یک بودم، مثلا کلاس اول دبستان بودم. نمیدونم شما اون موقع شاید به دنیا نیومده بودی. من 6 سالم بود، کلاس اول دبستان بودم و پدر من موقع رئیس شهبانی تبریز بود. خاطرم میادش که شهبانی آخرین جایی بود که تسلیم شد و خب خیلی قتل عامم تو تبریز و آذرشهر خیلی قتل عامم شد. یعنی مردم خیلی از نظامی‌ها رو میکشتن، خیلی نیروها به خشونت کشیده بود و اینا نمیخواستن تسلیم شدن که مادر من موقع از تهران زنگ زد، گفتش که تهران تسلیم شده، شما واسه چی دیگه وایسادین؟ تهران تسلیم شده و ارتش با تانک اومد تو ساختمان شهرداری. این واقعیت تاریخی اینی که دارم بهت میگم، این واقعیت تاریخیه. من خاطرم میاد وقتی بچه بودم ماشینای شهربانی اومد توی حیاط خونه ما و اسلحه ها رو پیاده میکردن تو زیر زمین، برای اینکه میخواست پدر من گفت من اسلحه ها رو تحویل مردم نمیدم، برای اینکه اسلحه‌ای که دست مردم بیفته دیگه نمیشه جمعش کرد. بعد از 1 سال که گذشت و شهربانی دوباره شکل گرفت، اسلحه ها رو برد همه رو تا دونه آخر با تمام برگه ها همه رو تحویل داد. و این حالا من تحویل نیروی انتظامی نه تحویل شهربانی میدم که حالا یه نظمی روشه، دست مردم نداره. ولی وقتی که آخرین نیرو شهربانی بود. ولی به هر حال ارتش چرا تسلیم شد؟ چرا هوا نیرو تسلیم شد؟ یکیش همین حیله بود که زدن بهش. یعنی همین بودش که آقا جان ما شماها رو کاریتون نداریم، شما جزو مردمین و این داستان ها باعث شد که اسلحه ها رو بذارن زمین و حتی به نفع مردم وارد جبهه بشن. این حیله بزرگی بود که زدن، هرچند که بگم به خشونت کشیده شد، ولی خب اون به خاطر ذات خود خشونت آمیز جریان بودش که این اتفاق افتاد، وگرنه به اینجا نمیکشید.
یعنی و انقلاب دیگه‌ای در ایران اتفاق بیفته به نظر من اینطوری نخواهد بود. یعنی دادگاه‌هایی برگزار خواهد شد، امیدواریم و به نظر من امیدواریم که یه نظم دادگاه بین‌المللی اونم نه دادگاه‌هایی که شکل وضعی که داشتیم. بله. چه مورد دیگه در رابطه با حرکتایی که وسط در چون من اینا رو دوست داشتم 4 تا 5 نمیدونم چند تا مورد بود من دوستشون داشتم همه رو داشتم میخوندم. اگه مورد دیگه به نظرت میرسه؟ مورد دیگه رو بعد من نگاه بکنم توی نوتایی که دارم. یه لحظه بذار من اینا رو باز کنم ببینم. حتما منم این وسط یه زدم به خاطراتم. نه خوب. آره چون میدونی بعضی از چیزا از ذهن آدم پاک نمیشه. من دقیقاً یادمه چه اتفاقی افتاد و به عنوان یه بچه خیلی کوچیک بودم که دقیقاً کلاس اول لبستان بودم. حالا یه جالبت بگم من نمیدونم توی پادکستی داشتم که در رابطه با خشونت گفتم احتمالاً نشنیدی واسط میفرستم. اونجا داشتم توضیح میدادم بچگی خودم و از خشونت گفتم. بعد گفتم که واقعا میدونی من وقتی کلاس اول دبستان بودم انقلاب شد همونجوری که بهت گفتم. بعد من دقیقاً یادمه ما بین بهمن 57 و تا اردیبهشت مدارس تعطیل شد 3 ماه. من کلاس اول دبستان بودم فکر کنم یه الف بچه خیلی هم ریز بودم خیلی کوچیک بودم. این برعکس الان که اندازه خرسم اون موقع کوچولو بودم. بعد یادم من از ته صف صدا کردن. این خیلی جالبه. ناظم مدرسه اسمش هم یادمه نمیگم چون احتمال داره پشیمون شده از کاری که ناظم جدیدی که اومده بود تو مدرسه اردیبهشت ما منو صدا کرد از ته صف. فکر کن بچه کلاس اول دبستان به اون ریزی 2 تا گوشامو گرفت. باور میکنی رضا از زمین بلندم کرد با گوش 2 تا پاهام رو هوا بود اینطوری. گفت این بچه طاغوتی هوش کنی. خیلی جالب بود و تمام مدرسه منو هو کردن و بعد ولم کرد رو زمین. من گریه نکردم. خیلی بچه سرتقی بودم. خیلی بچه سرتقی بودم. گریه نکردم. رفتم ته صف و بعد زدم زیر گریه و گریه من به خاطر هو شدنه بود تا دردی که تو گوشم بود. یعنی از اینکه هوم کردن این احساس خجلی که داشتم که من مثلا طاغوتی ام شیطانی ام من چی ام مثلا من میدونی اون موقع تو ذهنم این بود که من چه چیز بدی هستم. من بعد یادم سالهای بعد تو مدرسه که بودم حتی مثلا یه کمپ تابستونی بود باز یه کتک مفصلی خوردم به خاطر اینکه بچه طاغوتی بودم مثلا انداختنم بیرون. بعدش ولی قصه ای که پیش اومد این بودش که چیزی که من از اون درس گرفتم این بودش که آیا واقعا ما باید از بچه یارو بپرسیم تو بچه کی هستی بابا چه شغلی داشته بعد خوش ببینیم براش دلمون بسوزه که مرده یا نه؟ میدونی چی میخوام بگم؟ اونجا واسه من یه نفر که جنبش مثلا پشتش من اصلا فرض کن بابای من طاغوتی من چه گناهی داشتم؟ آیا واقعا ما هم باید این کار رو با بقیه بکنیم یا نباید بکنیم؟ من درسی که گرفتم این بود که با عشق و محبت بیشتری به بقیه نگاه کنم. اگه این بچه فلانیه دلیلی بر این نیستش که من بهش خشونت کنم. اگر میمیره همونقدر مرگش غم انگیزه که مرگ یکی از عزیزان من، مرگ بچه من غم انگیزه. هیچ فرقی نداره بین این بچه‌ها، بین اینا هیچ فرقی نداره. و دقیقاً درسی بود که من گرفتم که خشونت راه نیست. راه هیچی خشونت نیست. برعکس اون چیزی که ممکنه اکثرا میگن قربانی خودش تبدیل میشه. من دقیقاً این درسی که گرفتم این بودش که نه این راهش نیست. باید اتفاقا با محبت بیشتری برخورد کرد و آدما نیاز دارن اینو یاد بگیرن. تو اون پادکست هم خیلی توضیح واسط میفرستمش. آره. اگه دیدیش برام بگو اینا رو یعنی 4 تایی که دیدی برام بگو لطفا. آره مثلا یه نمونهش اینه که اون دوربینی که دستته فقط برای مستند کردن خشونت نیروی سرکوب نیست. دوربینی که دستته برای اینه که نشون بدی مردمی که داشتن اعتراض میکردن حرکتشون خشونت پرهیز بود. مثلا آمبولانس داره میاد سریع راهو باز میکنه. نمیدونم فیلم‌های تظاهرات‌های هنگ کنگ رو دیدی چقدر قشنگ راه رو باز میکنن برای اینکه آمبولانس سریع بیاد رسیدگی بکنه. این خیلی مهمه. اینم نشون میده که اینا که تو خیابون بودن اینا اغتشاشگران بودن. دیگه حکومت نمیتونه بگه اینا مش تروریست بودن، عامل موساد CIA بودن.
میگه اینا همشون خشونت پرهیز بودن، خیلی اتفاقا خیلی هم ارگانایز بودن، با نظم بودن، اومدن راه رو برای آمبولانس باز میکردن، همشون اصلا ساکت بودن، راهپیمایی سکوت بود و خشونتی در کار نبود، شما اینا رو سرکوب کرد و این باعث میشه که افراد بیشتری به اون جنبش بپیوندن. این نکته خیلی مهمه. یکی دیگه این که اگر یه موقع مثلا یه نفری متوجه شده نفوذیه، این اصلا نباید باش درگیر شد، چون که این همون چیزیه که حکومت میخواد. فردا توی 23 نشون بده ببینید این اغتشاشگران با هم دیگه درگیر شدن، این اون چیزیه که حکومت میخواد و دقیقاً خوراک حکومت. اینو باید فقط کسی که اگر که نفوذی ازش باید دور شد و خیلی موقع تا اینکه همونطور که گفتم از 2 متر از طرف فاصله بگیری، بشینی زمین، اون کل جمعیت بشین که نتونه بین جمعیت قایم بشه و فعال کنه. یکی از این مزیت‌های نشستن زمین اینه که نقطه ثقل رو میاره پایین و فرض کن حالا پلیس بخواد توی جمعیت حرکت بکنه، همه نشسته باشن، خب این حرکت کردن و عقب موندن این جمعیت خیلی سخت‌تر میشه برای پلیس و جمعیت اونجا نشسته، همه ایستادن، کسی بالا نمیشه فرار کنه، ولی همه نشستن سر جاشون محکم. روانشناسی اتفاقا تایید شده است، جدی دارم میگم. یهویی سطح چیزو میاره پایین، کاملا درست. با اون پلیس هم مثلا یه نفری که نشسته رو بخواد باتون بزنه، یه سطح بالایی از قساوت قلب و دناعت رو میخواد که خیلی از اینا دارن ولی باز هم موثر. حل اصلاح میشه تو اون لحظه. دقیقاً. آره. خلاصه اینجوری این نکاتی بود که حالا به ذهن من رسید و من لینک کتابی که اینا رو گذاشته و لینک منابعی که این آمار داده که جنبش خشونت پرهیز 2 برابر موفق ترن، 10 برابر شانس بیشتری دارن برای رسیدن به دموکراسی و اینکه حتی اگر شکست هم بخورن 5 سال بعد احتمال رسیدن به دموکراسی تو اون کشور بیشتر میشه، بیشتر از اینکه جنبش خشن باشه. اینا رو من میذارم که در اختیارت میذارم که با بچه‌ها شیر. ممنون ازت، واقعا متشکرم. من فکر میکنم ما میتونیم یه برنامه دیگه هم بعداً داشته باشیم درباره مثلا، چون من خیلی داشتم به این موضوع فکر میکردم که خیلی از انقدر اینجا موندیم فارسی یادم رفته، معانی خیلی از واژه ها رو به نظر میاد درست شاید برای خود من جا نیفتاده. یعنی خیلی وقتا یه چیزی رو میگم ولی معنی واقعیش رو نمیدونم چیه، معنی علمیش رو نمیدونم چیه. مثلا میگم دموکراسی ولی نمیدونم دموکراسی چیه. یا مثلا برمیگردم مثلا میگم چپ راست، سوسیال دموکرات، فرقش شاید ندونم چیه. دلم میخواد یه برنامه بذاریم، یعنی اگه بتونیم اینو ادامهش بدیم که این واژگان رو با هم دیگه یه مروری بکنیم. آره فکر خیلی یه مروری بکنیم که حداقل بین خودمون بدونیم که اگه داریم از واژه‌ای استفاده میکنیم، مثلا فاشیست به یه نفر یا انتیفای بگیم، من خیلی تو امریکا مود شده انتیفای میگن، یا مثلا اینا چی هست، مثلا اینا معنیش چیه و آیا مصداق داره اونجایی که داریم به کار میبریم یا نه. من یادم مثلا چند سال پیش یه نفری فکر میکرد که گلوبالیست فوشه، یه جور فوشه و بعد مثلا تا میخواست فوش بده بیپ 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 گلوبالیسته، بیپ 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 گلوبالیست. دقیقا اینجوری بودش و ما بعد ساخت ازش برسی گلوبالیست چیه، نمیدونست چیه، بیشتر عصبانی میشه. ولی گلوبالیست، آره برای اینکه یه گلوبالیستی که از آن فارسی گلوبالیست ولی نمیدونست یعنی چی، معنیش چیه. الانم خیلی وقتا این واژگان رو به کار میبرن، یعنی همینجوری یه چیزی میپرونن. یعنی اینو من دارم میبینم، به راحتی دارم میبینم، مثلا از هر طرفم میشنوم. مثلا فکر کنم مثلا یه آدمی مثل اسمش چیه این کسی که میادش رو تلویزیون خیلی حرفای عجیب غریبی میزنه، خدایا اسمش یادم رفت، همون بهترم یادم رفت اسمش، تا یه چیزی میشه اسم فراماسونا مثلا، فراماسونا اینجوری یعنی اینجوری رایفو مرسی خودش باور کن اصلا نمیدونه یعنی چی، اصلا نمیدونه یعنی چی، یعنی این فقط یه چیز میپرونه و مردم فکر میکنن یه فوش توهین فلانه، مثلا این شیطان پرستن. بعد جالب اینجاست که جبهه مقابلش هم همون حرفا رو تکرار میکنه. نه اینکه مثلا بگن خب برن فکر کنن شاید این بابا تو جبهه مخالف ما شاید داره پرت و پلا میگه، ما اونا هم همینو به عنوان فوش برمیگردونن به اینا.
در حالی که اصلا معنی و مفهوم اینا چیه، اصلا این گروه ها چی هن؟ این داستان ها من چیه؟ لیبرال یه فوشی خیلی هم عجیبه، خیلی لیبرال. عجیبه. من آره. فکر میکنم بذاریم اینو و فکر فکر خوبی. بدی نیستش که حالا توی داستانهای دیگه که با هم دیگه داریم اینو فقط باز کنیم. من در آخرم فقط یه توضیح بدم. داستان این نیستش که ما بخوایم به گروه یا حزب یا چیز خاصی بخوایم کردیت بدیم یا کسی رو بکوبیم یا با کسی مخالفت باشه کسی رو پروموت کنیم. فقط بحث روز جامعه است که ما دو نفر خواستیم، البته احتمالا آدمای دیگه هم بهمون اضافه خواهند شد، خواستیم با هم دیگه داشته باشیم. در نتیجه کسی هم شنونده این داستان هست بدونه فقط بحثه، یعنی اینکه اگر کسی نظری داشته باشه هر چیزی که هست در چارچوب هر شکلی نظری دارین، پیشنهادی دارین، اگه فکر میکنین جای اشتباه هست اگه بگین خوشحال میشین. انتقاد پذیری یکی از اون بخشاییه که فکر میکنم خیلی باعث پیشرفت میشه. کریتیکال تینکینگ تو امریکا خب خیلی اهمیت داره و من فکر میکنم که اگه کسی بهمون نظری هم بده، حتی اگه کاملا جهت عکسش باشه، یعنی مثلا بیاد ثابت کنه که نه خشونت چیز خوبی، بگه، هیچ اشکالی نداره. و بازم دارم میگم اصلا قرار نیستش که چیزی رو بخوام پروموت کنم حزبی، گروهی، جهتی. فقط بحث اینه که بحث اجتماعی روزه و بتونیم اطلاعات همدیگر رو ببریم بالاتر، آگاهی همدیگر رو ببریم بالاتر. همین. That's it. و متشکرم از شما که وقتت رو گذاشتی. ممنون از شما، منم خوشحال شدم. با امید دیدار. قربونت، موفق باشین، شبت خوش. شبت باش. بذار من ریکوردینگم استاپ کنم.